3 گلکار در 3 دیوار یک مسجد کار میکردن. هر سهشان مزدشان ثابت بود. در مقابل هر خشتی که میماندن 5 افغانی برشان میداد. یک نفر تیر شد، بعد گلمال اول گفت مانده نباشی بیادر، چی میکنی؟ بلای مانده نباشی، جان میکنم. کورستی نمیبینی؟ جان میکنم. در هفته و سازان جان میکنم. هم 5 افغانی میگیره. خور رفت پیش دومش. انگیزی از چی بود؟ جان کندن. دوم گفت برادر مانده نباشی، چی میکنی؟ گفت جور باشی، خانه آباد، پیسه چاپ میکنم، پیسه 1000 تا خش تابالی ماندیم 5000 شده. انگیزی از چی بود؟ پیسه. پیش گلکار سیم رفت، مانده نباشی برادر، چطور هستی؟ جور باشی، خانه آباد، خداوند رحمت و برکت نصیبت کنه، عبادت میکنم، مسجد جور میکنم. هر سیش یک مزد میگیره، اما 3 تا نیت و انگیزه مختلف است. حالا شما تصور کنید کدامش زود مانده میشه. نفر اولی که جان میکنه، روانن خسته است. شام شد میرن ارسیش خانه. نفر اول تا خانم اولادایش میگه که مانده نباشی، بلای مانده نباشی، گم شد تا که شما را دارم از هم قربانی بیزاری که یک نان تنها میزنی، برگم شد. نفر دوم که میاد پدر ماندن، جان پدر بیاین که پیسه آوردیم بقیه مصرف میکنیم، میره ذخیره میکنیم. نفر سوم که میاد سلام اولاد کنیم، بیا که درس بخونیم، بیا که مسجد جور کنیم. صبح میشه. اون نفری که به او قرنج صبح بیدار شدن سرش چقدر سخت است. او خدا باز شد، باز برو جان کندن. این نفر دوم از شوق پیسه بیدار است. اون نفر دیگه وقت قصه نماز خدا خوانده به شوق عبادت. شام دیگه که می اولادای از این باز ورمی ترس پت است، خانمش پت است که آمد. یک لقمه نان میمونه بگی بخون. زار کو بخون میگم. اما ببینین حالی خوب اول در دل ما میگیم هم گلکار سیم چی آدمی بوده. تو چقدر انگیزه را داری؟ گردنت بسته پیش خود تصور کن. آیا تا بالی کتاب واس کردی که خدایا عبادت میکنم، هیچ شده تا وضو بگیری بگی من درس میخوانم. بر معسل امین هم ترس بر یکی جبر است. خدایا